یه روز کامل با مردانه آهنین و همراه من باشین. یه نفر به عنوان مردانه آهنین چطوری می‌گذره روزش؟ این که میگن برو دنبال علاقه‌هات به نظر من یه شعاره. چه کسانی میتونن بیان مردانه آهنین؟ آیا محدوده؟ یعنی من اگه ژنشون نداشته باشم نمیتونم بیام تو پاور لیفتینگ با مردانه آهنین؟ من رکورد هالترخمم 270 کیلوه. یه کات بده عکس بگیرم. آقاسم لبانی قهرمان پاور لیفتینگ جهان. میخوام راجع به یه شخصی بپرسم توی رشته خودتون، رولای داداش. هم میشه ورزشکار بود، هم میشه سیگار کشید. نمیتونی ورزشکار خوبی باشی اگر حمایت مالی نکنی خودتو. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. قطعاً یه بارم که شده شما زدین شبکه 3 و مسابقات مردانه آهنین رو دیدین. امروز اومدم پیش یکی از شرکت کننده هاش تا کلی سوال ازش بپرسیم و بفهمیم راز این عضلات زیادی که دارن و این حجم از زوری که دارن دقیقاً چیه. یه روز کامل با مردانه آهنین و همراه من باشین. سلام. سلام. خوب هستین شما؟ مرسی. قد شما چند تاست؟ من 197-8. یعنی همون دو خودمون. تو مایه ها. 2 متر. کنار آقای صادقی هستیم. قربون شما. امسال شرکت کننده مردانه آهنین بودن اتفاقا و رشته خودشون هم مردانه آهنین، درسته؟ قوی ترین مردان. قوی ترین مردانه آهنین اسم برنامه است. یه معرفی مختصر از خودت. خب سلام خدمت همگی. محمد صادقی هستم، قهرمان و رکورددار لیفت ایران، فینالیست و پنجم مردان آهنین. چطور بود؟ چهارمی کشوری هم دارم. مسابقات چطور بود؟ خوب بود خدا رو شکر، با وجود اینکه انگشتم شکسته بود و اینا خوب بود نتیجه. نسبت به سابقه کم هم تو قوی ترین مردان خوب بود خدا رو شکر، راضیم. امروز قراره کنار آقای صادقی باشیم، یه روز رو باهاشون بگذرونیم، ببینیم واقعا این مردانه آهنین چیکار میکنن. چیکار میکنین شما؟ کارهای بد، خیلی کارهای بد. ببینیم. یا دیدین تو بعد این ویدیو منم اومدم شرکت کردم تو مردانه آهنین. بزن. خب آقای صادقی جانم. یه ذره از روزمرگی به ما میگی؟ روزمرگی یه نفر به عنوان مردانه آهنین خب چطوری میگذره روزش یا داره غذا میخوره یا به قول خوابش میاد یا میخواد آماده شه بره باشگاه یا از باشگاه داره میاد. این وسط یه کارم میکنه حالا یه ذره. این وسط یه کاری نیم ساعت کارم میکنه. نیم ساعت کارم میکنه. خب آقا من سوال اصلی که از شما دارم میدونی چیه؟ شما در مقایسه با یه بدنساز و یه پاور لیفتر چقدر تمریناتتون سنگین تره؟ چقدر بیشتر غذا میخوری؟ تفاوتش چیه اینا؟ ببین حالا اینکه رشته بدنسازی کلا یعنی اصلا اون مبحث بدنسازی، حالا نه صرفا بدنسازی با دستگاه، کلا مادر تمام ورزشاست بدنسازی. بله. یعنی ما هممون اول یه بدنساز خیلی خوب بودیم، بعد شدیم یه مثلا پاور لیفتر خوب، بعد شدیم یه مثلا حالا استرانگمن یا همون مثلا ورزشکار قوی ترین مردان خوب. اینجا هستیم در باشگاه آقای صادقی. باشگاه من که نیست ولی جایی که من جایی که آقای صادقی تمرین می‌کنه. چه باشگاه مناسب مردان آهنینی؟ آره باشگاه. آره بچه‌هایی که اینجا میان هم اکثرا ورزشکارای حرفه‌ای ان، الان بدنسازی هم سالن بوکس داره اینجا، کشتی دیگه. جدی؟ آره کشتی. حالا شد من هر چی نگاه میکنم بدنا واقعا همه خوبه. آره بچه‌ها ورزشکارای خوبی داره اینجا. آره ببین غالبا ورزشکارن، نه صرفا کارمند باشه طرف بیاد مثلا ورزش کنه. خوبه. دردش خوبه. چند روز رفته میان اینجا تمرین؟ ما دم مسابقه که باشیم 4 روز تو هفته، حالت عادی باشیم 5 روز مثلا، یه هفته 3 روز. یه حالت الان فصل استراحت منه. الان به خدا نه آماده‌ام نه تو اون پیک قدرتم. فقط این بنده خدا یوتیوبر افتادم بعد نه اونجوری نمیخوده. تعداد بشم. ما خیلی افتخار میکنیم که شما ما رو انتخاب کردید. قربونت برم. باعث افتخاری کنار شما هستیم. و اینکه شما یک جلسه تمرینتون چطور میگذره؟ معمولا جلسه تمرینی اولا که خیلی خوب گرم میکنیم. گرم کردن خیلی مهمه. درسته. و بستگی داره باز میگم چه تمرین داشته باشیم. یعنی مثلا یه تمرین پرتنش چند مفصلی داشته باشیم مثل آیتم قوی ترین مردان یا مثلا لیفت که امروز داریم. خب این خیلی گرم کردنمون به مراتب طولانی تر میشه. و عرضم به خدمت شما که
دیگه بیشتر هفته تکرار میزنیم لیفتو. مثلا رکوردگیری فقط مال تو مسابقه، خود من به شخص رکوردگیری رو فقط تو مسابقه انجام میدم. یعنی شما روزهای عادی ماکسیموم خودتون رو نمیزنید؟ نه اصلا اشتباهه. تو طول سال به نظر من ورزشکار 1 یا 2 بار به 100 قدرت خودش میرسه. دوستمون اینور خودشون دارن مردان آهنین کار ما همه بچه‌ها اینجا همه مردان آهنین همه قوی. من تا حالا مردان آهنین رو از نزدیک ندیده بودم. الان منتظر آقای صادقی بودیم و وقتی که اومدن دیدم الکی نیست که بهشون میگن مردان آهنین. چرا اینقدر شما بزرگی؟ حالا من تازه خیلی الان چیزم تو فصل استراحتم انگشتم که آسیب دیده تمرین ندارم. الان تقریبا 15 کیلو وزنم کمتر از حالت پیک آمادگیه. 15 کیلو تازه کم 15 کیلو از اون پیک آمادگیم کمترم. بعد الان تمرین میگم زیاد آنچنان ندارم. بچه‌های رشته‌مون غالبا بچه‌های قد بلند تنومند، ولی خب میگم داریم بچه‌هایی که از دسته منفی 110 کیلو اومدن الان تو مردان آهنینن. خیلی هم خفن و قوی ان، همه هم دارن به چالش میکشن. درسته. آره ما خیلی داریم اینجوری. تمرینات شما مثل تمرینات بدنسازاست؟ یعنی سرشون و سینه و آره بدنسازی هم داریم. بدنسازی هم خیلی اتفاقا مفصل میزنیم. یعنی ما دوستای بدنسازمون که هستن بس پا به پاشون تمرین میکنیم. درسته. حالا مثلا یه جایی ما خسته میشیم تو بدنسازی، حوصله‌مون سر میره تو یه سری حرکت‌های سبک، اونا دوستا بدنساز خب بهتر میزنن دیگه، میدونی. ولی در کل ما نه، بدنسازی رو خیلی خوب انجام میدیم. یعنی شما باید انجام ندیم که رکورد نمیاد بالا. چند کیلو میخواین بزنین امروز؟ نمیدونم، حالا میریم بالا یواش یواش 25 میریم بالا ببینیم. شوخی یهو امروز جلو دوربین رکورد خودشون هم زدن. نه حالا اصلا آماده نیستم. این انگشتم یه ماه تمرین نکردم تقریبا بعد مسابقه. نه بابا به خدا تازه یه چند روزه شروع کردم. اوکی. آره خلاص بریم که چند تا صحنه داشته باشیم از لیفتایی که آقای صادقی میخواد بزنه. ست سوم وارم آپ یا همون گرم کردن ما. چند کیلوه؟ 170 کیلو. حالا من انگشتم شکسته بند میبندم، من این اصلا با 170 کیلو گرم میکنی؟ آره دیگه، ما تا 200 خورده گرم میکنیم. تا 200 خورده گرم میکنی. برو ماشاءالله. آره. چه کسانی میتونن بیان مردان آهنین؟ آیا محدوده؟ یعنی من اگه ژنشون نداشته باشم نمیتونم بیام تو پاور لیفتینگ با مردان آهنین؟ ببین میتونی ببین خب خیلی ببین فرقه. نگاه کن تو بری مثلا اگه میخوای واقعا توی کار بهترین باشی باید ببینی تو اون کار خب پتانسیل بهترین بودن رو داری یا نه. خب درسته. تو میتونی توی 3-4 تا کار متوسط باشی ولی تو یه دونه کار بهترین باشی. خب چرا اون بهترین رو انتخاب نکنی؟ میدونی؟ درسته. ببین این که میگن برو دنبال علاقه‌هات، به نظر من یه شعاره، یه جمله کلیشه‌ایه، اصلا من قبولش ندارم. تو باید علاقت منطقی باشه. واقعا میدونی الان مخصوصا تو این دور زمانه اصلا اینجوری نیست که برو دنبال علاقه‌هات. درسته. کاملا اتفاقا یه چیزیه که تو باید بسنجی ببینی آیا پتانسیل بهترین بودن یا جزو بهترین بودن ها رو در اون موضوع در اون حالا مبحث داری یا نه، بعد بری داخلش. لیفتو کلا بدون کفش میزنین شما؟ من دیدم کفشاتون رو در آوردین. ببین واسه اینکه ما نزدیکتر بشیم با هالتر زیاد مثلا لازم نباشه خم بشیم. آره تو قوی ترین مردان این موضوع اوکیه، ولی تو پاور لیفتینگ باید کفش بپوشی و اینکه کفش حالا مخصوص داره کف تخته. ببینید این کفش رو نگاه بکنید، این کفش مال کراسفیت و حالا تمرین با وزن است. یه مدل دیگه کفش ویت لیفتینگ داریم یه ذره شیبش اینجوریه برای حرکت‌های اسکات و مثلا تو قوی ترین مردان مال کندو و یه سری حرکت‌های که در واقع پای یه ذره آره یه ذره مثلث باشی رو 4 ستون بدنت. ولی کلا لیفت کف تخت مثل کفش کشتی و اینا. حالا کفش مخصوص داره. حالا تو ایران فکر کنم زیاد نباشه. ولی تو قوی ترین مردان آزاده دیگه، پا به رهنه بزنی. آره اوکی آزاده. چرا اینقدر لیفت میکشین؟ چقدر مگه تاثیر داره؟ اصلی حرکت ما دیگه، ما بیشتر آیتمامون به قولی وابسته به این حرکته. کسی که لیفتش قوی باشه، شونه خوبی داشته باشه، پنجه‌هاش قوی باشه و سرعتش خوب باشه، کسی که به نظر من جزو خوبا میتونه باشه تو قوی ترین مردان. وزن 220 کیلو. بریم ببینیم. همین الان ما داریم ویدیو میگیریم،
2-3 نفر همین تو این تایم کم رد شدن اومدن اینجا که عکس بگیرن با آقای صادقی. لطف دارم. چه حسی داری؟ ببین و من دیدم و نگاه ها رو بچه‌ها من دقت میکنم هر کی رد میشه قشنگ یه نگاه 1 دقیقه‌ای، یعنی نگاه لحظه‌ای، اصلا مدیونی نگید فکر کنید نگاه در حد 2 ثانیه است. چه حسی داره؟ خب لطف دارم. ببین مثلا خب اینجا چون محل زندگی منه، خب قطعا نمیگم من خیلی فیمس و مثلا معروفه دیگه هر جا برم میشناسن، نه واقعیت هم اینه که اونجوری نیستم، ولی خب اینجا چون محل زندگی منه به طبع خب بیشتر منو میشناسن. خارج از این آقای صادقی من مطمئنم شما جای دیگه هم بری ناشناس بازم نگاه ها روی شما. آره از اون نظر خب بچه‌ها اذیتتون نمیکنه این. ببینید ما خب ما مثلا شاید یه بوکسور مثلا والیبالی سالا واقعا هم احترام ما میذاریم بهشون، عزیزای ما همه، چون میدونم حالا هر رشته دیگه شاید مثلا معلوم نباشه ورزشکار باشن، طرف مثلا یه ظاهر معمولی داره ولی واقعا یه ورزشکار خوبه، ولی بچه‌های بدنساز، بچه‌های پاور لیفتینگ، بچه‌های قوی ترین مردان تابلوی ورزشن، مثلا کشتیگیرا و این گوشه شکسته هیکل مثلا ورزش، این نماینده همه ورزشکاراست توی جامعه. مثلا همین ما تابلوتریم، بیشتر تو چشمیم، از طرف دیگه مسئولیت ما هم بیشتره، چون ببین ما مسئولیت همه ورزش‌ها با قول گردن ما، یعنی ما نماینده همه ورزش‌هایی. طرف مثلا ما رو میخواد با بچه‌اش مثال بزنه شاید ندونه ما چه ورزشی انجام بدیم، ببین چه آقای ورزشکاره، ببین حالا این ورزشکار میتونه والیبالیست باشه، میتونه اسنوکر باز باشه، چه میدونم میتونه حالا هر چی باشه، شطرنج، ورزش، ما نماینده شونیم، باید تو جامعه جوری باشیم که این که تو چشیم باید استفاده به قول مثبت بکنیم ازش، یعنی مثلا یه جوری باشیم که یه نفر ما رو ببینه به بچه‌اش مثال بزنه. ما یه دوستی داشتیم خب این هیکل ورزشکاری و بزرگی داشت، همین مثل خود ما بود، این سیگار هم میکشید گهگاه، 220 کیلو بدون کمربند و اینا یختی. آماده نیستم، خدایی آماده نیستم. بله من آخه ماشاءالله من رکورد هالترخمم 270 کیلوه اصلا. بعد از آقا پیمان سنگین ترین هالترخم ایرانو من زدم. آقا پیمان 320 زده. آماده نیستم، آماده باشم اصلا خیلی راحت حرف میزنم اینا. الان آماده نیستم واقعا الان 20% محمد صادقی داریم اینجا. 20% آقای صادقی داخل یوتیوب. بعد یکی از همسایه هاشون که همیشه به این احترام میذاشت، یه بار که میبینه ایشون داره سیگار میکشه، یعنی به بچهش میبینه داره سیگار میکشه، میاد به باباش میگه که بابا آقا سید ببین هم میشه ورزشکار بود هم میشه سیگار کشید. بعد میگه من همینجوری نشسته بودم یه روز تو پارک و بابای این بچه اومد خیلی حالم ازت به هم میخوره فلانی. گفتم چرا؟ میگفتش آقا بچه من همچین حرفی به من زده. تو الگوی بچه من بودی، همیشه تو رو مثال میزد تو خونه ما. پس الان میگه آقا میشه هم سیگار کشید هم ورزشکار. حالا نه اینکه سیگار کشیدن آدمی که سیگار میشه آدم بدی یا نه، بالاخره منظور از اون لایف استایل سالم است، میدونی؟ خیلی از شما الگو برداری میکنن، ما هم باید خیلی به قولی حواسمون به رفتارمون باشه. چون خیلی وقتا متوجه نیستیم، خیلی‌ها به ورزش دعوت میشن، خیلی‌ها از ما یه سری کارا رو یاد میگیرن. خب من تو پیجم دارم ترویج به قولی کمک به حیوانات، حیوان دوستی، به قولی حامی بودن میکنم، ولی خب مثلا شاید بهم هم نیاد، ولی خب این کارو الان دارم ترویج میدم. خیلی الان نگاه میکنم میبینم من جوری که استوری میذارم یه سری کسایی که تا حالا اصلا این کارا رو نمیکردن الان دارن میکنن. اون میشه یه الگو برداری مثبت دیگه. من خواهی کار بدم بکنم اون همونجوری الگو برمی‌داره دیگه. چی دارم میگم؟ خیلی به ندرت پیش میاد یه نفر انقدی بهره هوشیش بالا باشه، خب اون کار مثبت رو برداره از یه نفر، اون کار منفی رو بر نداره. درسته. سنتون این پسره رو دیدین ویدیوهاش وایرال شده دبیه، پسر آناتولی؟ آره که میاد لباس نظافتچی پوشیده میکشه. اون داستانش چیه؟ شو نمایش دیگه همش. زورش واقعا زیاده. چطوری به این زور رسیده؟ رشته‌ش هم پاور اتفاقا. زورش متوسط رو به زیاده، نه نسبت به وزن شوه، کاراشون بیشتر شوه. بیشتر کاراشون شوه. یعنی میگین هماهنگ شده؟ آره 100% استیج دیگه همون هماهنگ شده است. اصلا شک نکنید اینقدر. اکثر این ویدیوهای پرانک و دور مخفی همشون هماهنگ شده است. نه بابا به خدا اصلا چرا یعنی باشگاه ما نمیاد؟ مثلا همچین آدمی که تو ایران فکر کنم دیدیم اینشو. باشگاه ما چرا نمیاد؟
بیا باشگاه ما، جایی که باشگاه قوی ترین منو، چرا نمیری؟ بیا دیگه، بیا اونجا. بیا من یه دونه اشتراگره 60-70 کیلویی ما بندازم به جونت. من متولد 1/11/80 80. 1/11/80. مسیرتون رو یه ذره برامون میگین؟ از کجا شروع کردین، به کجا رسیدین و چرا مردان آهنین؟ ببین خب من از بچگی دنبال میکردم مسابقه رو. تنها کسی هم بودم در خانواده غیر ورزشیمون، خانواده زیاد ورزشکاری نداره، اصلا ورزشکار نیستن. تنها کسی بودم که دنبال میکردیم مسابقه رو، علاقه داشت و از زور میگفت به بقیه. من یه ذره بچه بودم، یادم گریه میکردم، میگفتم آبازید مردان آهنین. دیگه حالا الگو برداری کردیم، اومدیم تو ورزش، حالا ورزش رزمی اول، بعدن حالا بدنسازی و پاورلیفتینگ، الان هم که حالا هم پاورلیفتینگ هم قوی ترین مردان. خب آقای صادقی معرفی میکنین؟ آقا قاسم لبانی قهرمان پاورلیفتینگ جهان، آقا ابوالفضل از قهرمانای پرورشندان بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک ایران. یعنی که در ورزشکاره که همیشه تو طول سال رژیمش رو رعایت میکنه، کات حرفه‌ای. آقای صادقی بدنساز و پاورلیفتینگ فرقشون رو به ما بگین. خب ببینید توی پرورش اندام دیگه خب زیبایی اندام ملاکه و حالا تفکیک عضلات و اینا مادر ورزش ما هم بدنسازیه. درسته. هم ورزش ما هم ورزش پاورلیفتینگ بدنسازی. حالا فرق ورزش پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان، ورزشکار پاورلیفتینگ قدرت ایستگاهی لازم دارن. یعنی مثلا مثل ما تنفس خیلی حالا مثلا آنچنان قوی، سیستم قلبی عروقی قوی یا مثلا سرعت نیاز ندارن. بیشتر روی اون اجرای درست حرکات متمرکز پاورلیفتینگ و اینکه حالا قدرت ایستگاهی و انفجاری. عرضم به خدمت شما. ولی خب ورزش ما سرعت و حالا نفس و قدرت و استقامت، همه اینا رو باید فاکتوراشو با هم داشته باشید. درسته. پرورش اندام هم که یکی از سخت‌ترین ورزش‌های دنیاست واقعا. همیشه رژیمتو باید رعایت بکنی. پیشنهادت به ورزشکارا چیه؟ چه رشته‌ای بیان، چی کارایی بکنن، چه اشتباهی رو نکنن؟ اول روی بیزنسشون تمرکز کنن. نمیتونی ورزشکار خوبی باشی اگر حمایت مالی نکنی خودتو، یا حمایت مالی نداشته باشی از جهتی. ببین من خودم آدمی بودم که حمایت مالی چندانی نداشتم، الانم زیاد ندارم. خودم همه کارامو خودم دارم میکنم، همه هزینه‌هامو خودم دارم میدم، نه اسپانسری دارم، نه از شهرداری به من کمک میکنن، نه از اداره‌ای به من کمک میکنن، هیچی. همه کارامو خودم و تیمم داریم میکنیم. تیمم یعنی افرادی که یه گوشه کارو گرفتن، دارن یه کاری توی این پروسه دارن انجام میدن، یه کار مثبت. و اینکه اول روی بیزنسشون تمرکز بکنن، بعداً علاقه رو با منطق بسنجن، چون خیلی از علاقه ها منطقی نیستش. آره من علاقه دارم آقا بیام بشینم اینجا اصلا هر روز کافه، آیا منطقیه؟ نه. من علاقه دارم برم تو رشته مثلا فلان، آیا شرایطشو دارم؟ آیا به قولی استعدادشو دارم؟ میخوام به یه متوسط بسنده کنم یا نه میخوام برم توش بهترین بشم؟ اگه میخوای متوسط باشی اوکی، هر چی رو دوست داری برو امتحان بکن، برو دنبال علاقت. ولی اگه دنبال بهترین شدنی، اول ببین پتانسیل، ظرفیت‌ها و استعدادهای اونو داری، بعد شروع بکن. این به نظر من خیلی عقلانی‌تر و به قولی منطقی‌تره. وزنه بعدی 270 کیلو و همچنان دارن گرم میکنن. وزنه اصلی نیست. بفرمایید. بندهای لیفت، پای برهنه. ماشاءالله. 2 تکرار 270 کیلو. میخوام راجع به یه شخصی بپرسم توی رشته خودتون که همه میشناسنش و خیلی حاشیه ساز شد. روح‌الله داداشی. مرحوم داداشی، خب من خیلی سنم کمتر بود، ایشونو میدیدم، همیشه لذت میبردم از مسابقه دادنشون. مرحوم داداشی خب یک پهلوان واقعا دوست داشتنی و کاردرستی بوده که هنوزم که هنوزه اسمش به نیکی یاد میشه و به نظر من جزو معدود آدماییه که این دور زمانه اگه یه ویدیو تو اینستاگرام راجبش باشه هیتری نداره. یعنی جزو من میذارمش کنار مثلا افرادی مثل پهلوان تختی. نه حالا بگم مثلا 100% اون شکلی، نه مثلا بالاخره خب
کسیه که خب من خیلی ندیدم به خودت حالا کسی بده ایشون رو بگه. درسته. خیلی مهمه دیگه. مثلا پهلوان مسعود ذات‌پرور، من تا حالا یه نفر ندیدم بده ایشون رو بگه. کسی هم اگه بد میگه حالا دیگه خودش بده واقعا، چون ایشونو من الگوی من ایشونه. من اگه توی ورزش بخوام یه الگو داشته باشم پهلوان مسعود ذات‌پروره. خیلی ناراحتیم از اینکه ایشون در بین ما دیگه نیست. خیلی ناراحت تریم به خاطر اینکه شیوه ترک ما به این شکلی بود که حالا مرحوم دوچارش شد. این واقعا سخت بود برای همه ورزشکارای رشته بدنسازی قوی ترین مردان، چون من آقا مسعود با بچهای رشته ما هم ارتباط خوبی داشت. جدی؟ آره. با اینکه بدنساز بودن خودشون با ارتباط خوبی داشت. بچهای ما یه خانواده ایم دیگه، با هم یه خانواده ایم. درسته. ما بدنسازا رو می‌بینیم حال می‌کنیم، بدنسازا ما رو می‌بینن حال می‌کنن. هیچ مشکلی با هم نداریم. خب بچه‌ها وزنه شد 320 کیلو و گرم کردن. این صدای مرگه، صدای مرگ عضلاته. نمیدونم آقا. ماشاءالله. بچه‌ها بریم برای 320 کیلو. بچه‌ها همچنان با انگشت شکسته، با انگشت آسیب دیده. تاندون قطع شده شکسته. من نمیدونم والا خوب جرأت داری. یا الله ماشاءالله 320 کیلو. ماشاءالله. یه با انگشتی اصلا فصل استراحتیم دیگه، خدایی اصلا یه ماه تمرین نمی‌کنم. چقدر بها داده میشه به ورزش شما؟ 0 اصلا یعنی شما از هیچ جا حمایت نشدی؟ نه. ببین من رکورددار ددلیفت بدون لوازم یا همون راو پاور لیفتینگ جوانانم و بزرگسالانم. من رکورد جوانان ایران رو با بزرگسالان برابر کردم از 330 بود از سال 90 چند دست آقای فرهاد شجاع، یکی از ورزشکارای خوب این رشته که الان سال‌هاست تو آلمان زندگی میکنه، دوستای خوب منم هست. شکوندم بعد از سال‌ها که اصلا تکون نخورده بود، حمله هم نشده بود بهش. توی جوانا 330 بود، من کردم توی 1 سال و نیم کردم 382.5 کیلو. توی یه روز 30 کیلو شکوندمش. تو اولین مسابقه بعد از درمان. چند سالتون بود اون موقع؟ فکر می‌کنم 21 خورده ای. آقا 370 کیلو هنوز گرم کردن؟ نه دیگه، این چون الان من رکوردم افت کرده، تو استراحتم تمرینم ندارم، این الان دیگه تاپ ست ماه، یعنی اون دیگه 370 کیلو تهشه دیگه الان بیشتر از متوسط. خدایی نه، هفته اول تمرینام خدا شده همینجوری عشقی زدم اینو به عشق بچه‌ای توی خونه. مرسی که کنار ما بودین. مرسی از خود شما که دقیقاً دارید به گسترش ورزش‌های مختلف و حالا بیشتر شناخته شدن یه سری ورزش‌هایی که حالا خیلی از مردم می‌بینن اطلاعات کافی راجبش ندارن یا اصلا خیلی از ورزش‌هایی که گمنامن. مرسی از شما که این کارو داری می‌کنی، خیلی کار ارزشمنده. من واقعا افتخار می‌کنم به وجود دوستایی مثل شما و همیشه آرزوی خوب می‌کنم ان شاءالله بهترینه براتون رقم بخوره. مرسی عزیزم، باعث افتخار بود کنار شما بودیم و قول بدین که بازم بیاین تو ویدیوهای ما. حتما یه اپیزودم قول میدم همینجا راجع به آیتم‌های صورتی و حالا هم کردنی قوی‌ترین مردان در آینده توی زمین بازی مردانه. اگر اینو بهشون بگو که خوب حمایت کنن دیگه ویدیو. آره دیگه بچه‌ها، خدایی نظرتون رو کامنت کنید تا دوباره بیاین به خونه هاتون. بچه‌ها حتما همراه ما بشین و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. چاکس.